اگر شرک کند مقصد آگاه میکنید که این عمل شرک است، این عمل کفر است، از اسلام خارج میشوی. گفته نهی منکر میکنید، امر معروف میکنید که بخد از الله تعالی یاردن پرس، الله تعالی رو تنها عبادت کن. بهترین دعوت به یگانه پرستی است. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که کسی که اگر از گردن یک انسان توماری را کنده پرتاید، گویا که وی یک غلامی از فرزندان اسماعیل آزاد کرده است. گویا غلام آزاد کرده است. غلام آزاد کنید، از حیات غلامی به حیات آزادی برآوردید. و یک انسان از او شرک که دور کردید، گویا که شما یک انسان به اسلام که دعوت کردید و اسلام قبول کرد، مسلمان شد، شما یک انسان از آتش دوزخ نجات دادید. برابر غلام آزاد کنی گفتم. بنابراین انسان دعوت میکند و حقیقت اسلام را به اطرافیان، به یار و نزدیکان، با آنهایی که میبیند بیان میکند. امر معروف و نهی منکر فرض است. وظیفه شما رسانیدن شریعت است. قبول میکند قبول نمیکند او امر او هست، لیکن شما وظیفتان رسانیدن است. قبول نکرد بر ضرر خودش است، قبول کرد بر فایده او هست. بله.